بی شرف، بی ناموس، بی همه چیز. ایه؟ دوست دخترته؟ کیه پس؟ این وضعیت زشته، کثیفه، مستحجنه. سر گوشش میشم پشت آنم به من نا اگه دوباره. بچه‌ها سلام. آقا امروز من با امیر، بگو از خودت. امیر دماغم پر کرد. اومدیم که اینجا ویدیو گرفتیم. فضلم بگی. ویدیو رو گرفتیم. الان هم میخوایم بریم ساعت 12:20 اینا هم میخوایم بریم مدرسه دخترونه. از هم داره میگه دیگه. خودتون میخوایم بریم مدرسه دخترونه. قرار ریاکشن بقیه رو بگیریم. چیز جالبش کجاست؟ اینجا که امیر قراره بس شه به باند یه ماشین بلایی سرش میارم. ماشین رو بگیر رو اون سفید 206 سفید 96 بیرنگ 485 میلیونی بدون 1000 تومانی تخفیف. این خیلی مهمه بعد میگفتم. بعد اینکه قرار بس شه به ماشین قرار یه سری آهنگایی بذاره که واقعا نه در شأن منه نه در شأن این و نه در شأن خانواده ما. میخوایم ریاکشن بقیه رو بگیریم ببینیم ریاکشنشون چیه که یه پسر با یه ماشین 485 میلیونی اومده مدرسه دخترونه و داره همچین آهنگایی گوش میده. امیدوارم که ویدیو قشنگ عذاب در بیاد. اومده یهو داخل مغازه به ذهنم گفتم براتون بگیرم، نمیدونم خوب میشه بعد ولی دلم خواسته براتون بگیرم و میذارم. امیدوارم قشنگ در بیاد. به کلتون خدافظ. یه آهنگایی براش دارم. یعنی شما فقط آهنگا رو گوش بدین در حالت معمولی آهنگا رو گوش نمیدین، چه برسه داخل شهر. بریم بچه‌ها بریم. آها ما داریم میریم تو راه اون لوکیشنی هستیم که میخواستیم بریم. خب ساعت چند دقیقه؟ ساعت 12:01 میکنم 12:20 تعطیل میشن. فقط منتظر باشی. من خودم نمیدونم این چه آهنگای شخمی برام آماده کرده. فقط امیدوارم آهنگای قشنگی باشه لذت داره دورم میگه. امیدوارم واقعا آبروزی نشه مامورم ما رو نگیره. فکر کنم دعوتم از دخترانه الان مامور وای میشه. امیدوارم مامور ما رو نگیره دیگه و دختره خوشگلی ببینیم. بریم. اولین مدرسه هنوز تعطیل نشده خدا شکر. میریم برای مدرسه بعدی. منتظر باشیم مدرسه بعدی یعنی شخمی ترین جای قائم شهره. داخل شهره. منم گواهی نامه نمیگم دارم. من استرس دارم میمیرم. دارم دستشوییم گرفت. خدایا با اینا قبوله؟ اینا هم قبوله دیگه دست گرمیه. آقا اینجا هنوز تعطیل نشدن. خب من پاها میلرزه. میریم داخل شهر. امیدوارم کنیم باید کمربند بذارم دیگه. اونجا دیگه خیلی خرابه. امیر قطعش کن داخل شهر بسش کن. بچه‌ها حلالم کنید. پسر خوبی بودم. نه مدرسه نمیرم باز اومده بوی مهر بوی گند مدرسه بازی گوشی تو بسه جعفر بده یه کبرا که تصمیم بگیره پتروس دستش تو سوراخه ریزالی هم رخ توی راهه کلغم دیگه قید پنیر رو زده زخم مده گرفته بس که فلافل زده با شروع یک روز بس میری مدرسه میشی تو تنبیه لق میشی تحفیل نمیشی تشه پدرت خشکی نه مدرسه نمیام. مدرسه من نمیام. چرا عوض کردی؟ من اصلا نمیخواستم برم. پشتن حمامش تمیز بود غذاش خوب بود تمیز بود شابا دادن تمیز بود پرتقال دادن تمیز بود حمامش تمیز بود غذاش خوب بود ساندویچ دادن شابا دادن چنبر دادن پرتقال دادن غذاش خوب بود تمیز بود شابا دادن تمیز بود پرتقال دادن تمیز بود پرتقال دادن پرتقالدان زدان دادن پرتقالدان زدان دادن پرتقالدان زدان دادن پرتقالدان زدان
یکم بالاتره. چون پسرها هستن دخترها نیستن. فقط همین دوتا بود. چه آینا جنان نداره چی جربه جون زده بودن حالت طبیعی نبودن گفتم چرا این کاره میکنیم هار میخوایی الان دوست دخترم میاد. چی میگی تو گفتم چی میگی تو یعنی چی گفتم الان میده به جربه ها خوراک ساده میکنه میگه شیرش بوغه کردن تو جونیش جونی جربه بود جربه رو میگیره خفه میکنه جنان نداره چی جربه. بچه ها من اینجا آهنگو باید کمتر کنم چون اینجا مأمور هست بگیره کونمون میذاره. خب سربازم هست یه سرباز این سوار کنیم با سرباز بگیریم دور میدون بدتر را یا اول بچه ها بسیم با ادب باشم محمدی نامی آقای سلطان خلیزاده زده یا عباس بزن میدونم مدرد فرنم لباسه چنو من گوارم مدرد فرنم عباس بوعدا نه این داره نه این داره عباس بوعدا ندال داره نه این داره عباس پایین هستم چیزی بگم عباس بوعدا یه دونه ره داره یه دونه این داره ره داره خوبه که این داره خوبه که بو داره عباس بوعدا نه این داره نه این داره. خط بازی ها تمام شد دیگه کسی نگاه نمیکنه. بابا قبلا آهنگ میذاشتن همه تا داخل ماشین در نیارن کی نشسته بیخیال نمیشدن. الان هیچ کس نگاه نمیکنه. من نگاه کنین نگاه کن پشمام باید همینجوری کنم صبر کنید بذارید ترکیب عوض میکنم. الان داستان رو جمع میکنم براتون ببینید. الان اگه من داستان رو جمع نکردم این مرده باشه اینجا داستان رو جمع نمیکنم. اینجا این مرده آشنا بود میشه آشنا جمع نمیکنم موتوری. عمو سلام خالی این بغل بیشتی اینجا نه سیبیل داره. میخوام یه چیز بگم ها. اوه اینا بچه کار نه ما بچه باز نیستیم بزرگ باز هم نیستیم ما اصلا تو بازی نیست. این پسره عمو سلام نخم سلام کردم بابا بالا نیستم کسی خدا تازه چون میخندن خاله سلام چون من آدم خاله خودم از بین خورد و خمیرم سلام قشنگی نه؟ اما اصلا نری آقا من گاتی اما شیشه ده بده پایین کسیفه نمیافت اصلا بیرون. شیشه قرمزه شیشه بزنیم عمو داشت اینا من هیچ کس داخل خواهیم چه حساب نداره نامیسن تمام دقت کنه ریسی بیل شیره جانم چی توپ امشب شیره جانم نمیتونم خیر کسی رو بگیرم وقتی خودم کل تموم شد. خیلی تاثیر گذار. چی توپم امشب روح روانم داد جوانم. سلام بنام. او مای گاد بنام بودی دیگه شده شیره جانم شیره جانم چی توپم امشب روح چه حالی دارم امشب شیره جانم شیره جانم چی توپم امشب روح روانم به داد جوانم.
حلال خور است. این باشه؟ این باشه دیگه حال هوای ما همینه. من 3-4 بار تا کنار این مرده افتادم پایین ندارم نگاش کنم بعد دیگه من نگاه میکنم ایزاد که میمونیم تا که بریز جهد بی شرف بی ناموس بی همه چیز فراری من هم بچگی دوست داشتم به پسرها بدم بذاریم بس همون الحق باید همون که پسرها برم داداش من تا میخوام ویدیو بگیرم همه چی قطع میشه بیبیه؟ دوست دختری توه؟ کیه پس؟ این وضعیت زشته کثیفه مستحجنه همینو بردم اما پسرها منشیدن ناموزن دهنم چیه دختر همه بزن بگیر اون بعد من اصلا ندارم امروزا نیا اما عاشقتم شاکرتم قلب منی قلب چندش بذاری میگه کی میگه شاکرتم باز من خود حساب کن دیگه شما بفرمایید ما همه راه دادیم دیگه همه کردن تو بریم اینقدر به خیر بگذره کسی کیلومتر نمیده شاید خواستیم یه دلاری توف کنین تو صورتمون ولی ما رو نگاه کنین اما مگه نه آبرومون رفت ولی کسی نرقصید من این درد رو به کی بگم آبیم خدا بس دیگه مردم ناموسن انقدر مشکل دارن منو سلام گیج میره مردم انقدر مشکل دارن منو نگاه میکنن دوست دارن منو از کون بکنن به خدا به خدا که
ولی من غمگینم. میگه که شاده برو صبر کن. سلامتی سگم رفتم خدمت مادر شد، عشقم با پدر شد. میدونم Two hours later. به ندرت خیلی کم. الو سلام. احلام جان حالت چطوره؟ حالم بده. چی شده خانم؟ حالم بده. اینجا مازندران آهنگ فارسی نمیطلبه، آهنگ فارسی اینا رو نمیرسونه. مازندرانیش کن، همون آهنگی که اول گوشه من نمیدونم اسمش چی میگن، گل پامچال چی از ایناش بذار، اینا داداش سنگو از تو زمین تکون میده ناموسن. بذار بریم. حله. محلمونه. خب ما روزی 1000 بار از اینجا رد میشیم. واقعا اینجا نمیتونستم زیاد جای کار کنم، خجالتش آب میشدم. یعنی من فردا روز با یه آهنگ گنگ اگر از اینجا رد شم میشاشن روم. ولی اینجا یه ایمانی هست باتری سازی داره، اگه بود میریم تو مغازش. اگه آهنگ بذار وایسا. برو دمادر خونش. اون بری برم میر چپ. باشه چشم. بچه‌ها امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. ما توی محاسباتمون اشتباه کردیم. حالا اگه ناز بخرم شام نخرم. آقا ما تو محاسباتمون اشتباه کردیم. باید ساعت 2 مثل که می اومدیم، ولی ساعت 12:30 اومدیم. 12:30 مثل که تعداد کمی از دخترها تعطیل میشن. ما نمیدونستیم، بیشتر با پسرها تونستیم ویدیو بگیریم. اگه این ویدیو لایکش بالا بره خب اما اگه این ویدیو لایکش بالا بره قول میدم ساعت 2 ظهر با یه سری آهنگای سمی‌تر مازندرانی بریم دم دم از دخترانه و ریاکشن تک تکشون رو ببینیم. و اینم قول میده که پیاده‌شو برقصه همونجا با همون اگه نه که این ویدیو بالا باشه آره قولم بهتون میدم. امیدوارم که خوشتون بیاد. از این فعلا زبون اصلا بو ان میاد. یعنی فردا روز ما اینجا پیاده قدم بزنیم ما رو میکنن، سواره هم ما رو میکنن.